لولایی. ملکه رنجبر. مهران غفوریان. نصرالله رادش. کامران ملک مطیعی. یوسف تیموری. معصومه کریمی. آرام جعفری. اشکان اشتیاق. چکرم. مخلص آقای مصطفی. چکری آقا بهروز. مخلصم. نوکرتم. چکری. سر حالی. قربونت برم دیگه. خوبیم امروز خیلی شارژم. آقا فولاد خوبه؟ بد نیست. خودت خوبی؟ نوکرتم. کم و کسی چیزی داشتی؟ 2 دقیقه در بزنی میارم. دست درد نکن. مخلصی. قربونت شما رو رسیده. چکری. درد نکنه. قربونت برم. آقا شایار این قیچی باغبونی داری یه ساعتی با ما قرض بدی؟ آره آقا یه لحظه وایسی برای دو بردم. دست ده. نمیپرسی برای چی میخوام قیچی رو؟ چرا بپرسم آقا بهروز؟ چیکار دارم به کار مردم؟ خب داداش سارا داره از خارج میاد. آره وای یه عمر خارج بوده. آفرین. حالا چند سال خارج بوده؟ 30 سال. یه عمره ها، حساب کن. آره بفهمه تو چایی بخور. قربونت برم. متخصص سیستم های الکترونیکی موشک های فضاپیماست. برو تو کلاس کار. خودش 3 تا موشک داره. عصر فضاست دیگه. آره دیگه. خب آره دیگه میگم عصر فضاست. خب همین دیگه عصر فضاست. خب باشه. قربان شما. آقا قربونت برم. چاکریم. قربانت. با اجازه. قربان. راستی وایسا. هیچ جا موندش. دست در نکنه. آره واسه چی میخواه قیچیو؟ همین گفتم برزو اسمش. همین برادر سارا که داره میاد. گفتم این که میاد این گلدون دم خونمون یه خورده تمیز کنم که زشت نباشه قشنگ باشه. قربانت. گلدون نداری آقا بهروز؟ همین گلدونای بقیه رو دیگه آقا خشایار خودشون که به فکر نیستن. گفتم گلدونای راپلاری یه خورده تمیز کنم برزو میاد زشت نباشه. بس قربون آقا بهروز برم من. یه زحمتی هم بکش اون گلدونای طبقه بالا هم یه دستی بهشون بزن. دست در نکنه. چشم. خداحافظ. راستی آقا خشایار حواست باشه راجع به این موضوع به کسی چیزی نگی. نوکرتم. باشه نوکرتم. خداحافظ. بهش گفتی به کسی چیزی نگه؟ آره بابا حواسم دیگه به این چیزا هست. زیاد که قلوف نکردی. تو چرا انقدر میترسی؟ که بی خود نره همه جا رو پر کنه. نه با تو اصلا چرا از همه جا رفتی به آقا خشایار گفتی؟ مجبور شدم سارا. رفتم قیچی باغبونیشو بگیرم این گلدون دم در خونمون رو درست کنم. بعد پیرمرد گیر داده به من که برای چی میخوای؟ بابا جون شاید یه نفر یه چیز خصوصی داشته باشه نخواد بهت بگه. ما که اصلا گلدون نداریم. نه همین گلدونای همسایه‌های دیگر رو دیگه خودشون که به فکر نیستن. منم گفتم برزومون میاد مرتب کنیم دیگه بابا. یه برادر خانم که بیشتر نداریم ما. باریکلا آقا بهروز دیگه فقط خدا کنی که این آقا خشایار نره همه جا رو پر کنه. تو چرا اینقدر اصرار داری ما به هیچ کسی چی نگیم؟ ما باید به داشتن برزومون افتخار کنیم سارا. میدونم
میگم فکر نکنن که میخوایم براشون کلاس بذاریم. نه بابا چه حرفایی میزنی؟ میگم سارا زشت نیست من موام ریخته؟ برزو کی میاد؟ تو نامش نوشته بود دوشنبه، 3 روز دیگه. حیف شد. اگه یه هفته دیگه میومد حتما میرفتم پیش این رفیقم مو میکاشتم. بابا کیو؟ بله 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 بفرمایید. سلام آی پیپک جکی، جانم. این گلدون ما رو شما قیچی زدی؟ چطور مگه؟ عرض کردم این گلدون ما رو شما قیچی زدی؟ بله یه چند تا از این برگاش خشکیده بود من براتون قیچی کردم. قیچی زدی؟ بله. آخه مرد حسابی آدم گلدون مصنوعی رو برمی‌داره قیچی میزنه؟ مصنوعی بود؟ بله مصنوعی بود. من نمیدونستم مصنوعیه. من فکر کردم اون سیماش دیدم میخورم صفر چیده میشه. فکر کردم برای این صاف وایسادن گلدون سیم گذاشته بودین که اصلا معلوم از چی داری میگی آقا؟ خب من شرمنده شما. سلام خانم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. چی شده؟ آقا بهروز این گلدون مصنوعی ما رو برای قیچی زده. ببخشید، به جاش یه گلدون براتون میخریم. آره یه گلدون میخریم براتون بیاریم. حالا آقای دکتر اینقدر خودتون ناراحت نکن. من معذرت میخوام. یه گلدون براتون میخرم. ببخشید شما. یه گلدون مصنوعی خوب میخرم براتون. فقط به خاطر گل روی آقا برزو. آقا تشریف آوردن ما هم در جریان بذارید. چشم حتما. خواهش میکنم. خدا نگهدار. قربان شما. خداحافظ. این دیگه کجا فهمیده؟ من خشایار مصطفی رو میگیرم. آخه من به تو چی بگم؟ من نمیدونم. این خشایاره این سرای داره. الان حافظم دیگه خوب کار نمیکنه. قدیما ساعتهای دقیق برنامه تلویزیون از من میپرسیدی یا فوراً جواب میدادم. ولی حیف الان دیگه پیر شدیم مادر جون. چه حرفیه خانم جون؟ ماشاءالله الانش هم از 100 تا جوون سر حالترین. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. مادر جون فنجونت آماده شده بر زیر پال بگیرم؟ من به این چیزا معتقد نیستم، ولی خب عیب نداره. حالا سرمون گرم میشه. فکر میکنم آماده است. آره آماده است. چه فنجون خوبی هم افتاده. به فرید نگاه کن ببین چه فنجونی افتاده. خیلی فنجونش خوبه. خب اسمتون که سارا خانومه؟ بله. شوهرم که داری؟ بله. بچه دارم که نشدین؟ خب اینا که مشخصه. آره عجیبه مادر جون. یه راه میبینم، یه راه خیلی دور، مثل که مسافر داری از راه دور. آره؟ بله. آره حتما برادرته، برای اینکه نشون میده اینجا راه دوره. برادرته. آره از کجا فهمیدین؟ فنجون داره نشون میده. بعد اسمشم ب داره. بله. آره برزوه. بله. اسمش هم برزوه. آره یه چیزای فضایی توش میبینم، مثل که متخصص فضای الکتریکیه. آره مادر جون متخصص سیستم های الکترونیکی موشک‌های فضاپیما. آها همینی که این گفته. بله. آره خودشه. ای وای چیز عجیبیه. فکر میکنم 3 تا موشک داره. چی 3 تا موشک؟ آره
برادر 3 تا موشک داره. فریده اینجا رو نگاه کن. ببینم. ببین این یه خط، این 2 تا، اینم 3 تا. چی شد ماما؟ آره 3 تا موشک هم داره. بله. عجیبه. دیگه چی میبینین خانم جون؟ دیگه فقط همینا رو شنیده بودم. خیلی فنجونش خوبه مادر جون. خیلی. آره. زیاد قلم و رنگی نکن پسر، اینجوری پخش میشه. یه چند دفعه بهت بگم. باباجی من میدونم خودم چیکار کنم دیگه. میدونی داری اینجوری میکنی؟ چشم خیلی خوب باش. شما ببین خب یه سری کارهای دیگه مونده اونا رو انجام بدین. ولی تو جا بس. سلام علیکم. سلام سارا خانم. سلام، خسته نباشین. خواهش میکنم. سارا خانم خوب شده؟ بد نشده. این برای کجاست؟ این برای سر کوچه است. بعد اونم که میبینید برای توی راهروه. شما خوبی سارا خانم؟ خیلی ممنونم. شما خوب هستین؟ به مرحمت شما قربانه. راستی اینم سارا خانم شما که الان اینجا تشریف دارید ببینید چطوره. اینو برای آقای برزوخان نمیشه. میگه که بازگشت فضانورد با ارزشمند جناب آقای برزو زلغمی را به خانه به آقای پیر پکاچکی و خانواده محترمشان تبریک میگوییم از طرف خشایار و دوستان. نه بابا نوشتم از طرف اهالی و دوستان دیگه، اسم شما نه. بعد آقا بهروز هم یه شعر گفتن که من بنویسم. ببین این شعره چطوره. میگه 30 سال دوری آخر شکست پشتم را، با موشکی تو حالا دستتو بذار تو مشتم. بله میتونم بخونم کاملشو یه بار دیگه هم براشون. 30 سال دوری تو آخر شکست پشتم، با موشکی تو حالا دستتو بذار تو مشتم. اینم رو اون بر یکی نوشتی. بله. کارا چیه میکنید؟ نه چه کاریه سارا خانم، ما هر کاری هم بکنیم کمه. آقا برزو افتخار ماست. زیاد خوشش نیومد. البته منم از این شعر اصلا خوشم نیومد. آقا آخه شما چه جوری خوندی اونو؟ سبک شعر سنگین باید پسر شعر باشه. ببین شعری که من میگم این شعر سنگین تره. میگه که اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خار هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. نه که شیرازی هم هست خیلی جوره دیگه، خوشش میاد. بابا این چه ربطی داره؟ اینا اصلا برای مرد نگفتن که. بابا حالا تا بیایی بفهمی یا زن یا مرده رد شدی و رفتی، کسی به این چیزا نگاه نمیکنه. بنویس. همینا خوبه. بنویس الان باید بزنیم به درا. کی همچه حرفی زده؟ 30 سال؟ که من نگفتم. غیر از تو کی هست که چنین حرفی زده باشه بهروز؟ من چه میدونم؟ مردم هر چی دلشون میخواد میگن. 1 کلاغ و 30 تا کلاغ میکنن. گیری افتادیم ما. به من چه؟ تو اون شعر رو نگفتی؟ کدوم شعر؟ 30 سال دوری تو آخر شکست پشتم؟ آره همون شعر. نه من نگفتم. تو اون شعر رو نگفتی بنویسن روی پارچه؟ به جون برزو من نگفتم. سارا تو برچی با من جر و بحث میکنی؟ من نگفتم. من اصلا روحم هم خبر نداشته میخوام براش پلاکارد بنویسم. خودت که الان نصف شعر رو خوندی آقا. کدوم شعر؟ اون 30 سال دوری تو آخر شکست پشتم؟ بله همون 30 سال دوری تو. همین جوری گفتم. فکرم یه همچین مضمونی باید داشته باشه. اعصاب آدم خورد میکنی. ببینم سارا، تو فکر میکنی من اینقدر احمقم که یه همچین حرفی زده باشم؟ آره. خب اگر اون یه مسئله دیگه است.
یه مسئله دیگه است ولی من نگفتم. بله. سلام آقای پیرپک جکی. سلام. روز شما بخیر. سلام آقا بهروز. سلام خانم. روز شما بخیر. سلام. آقا بهروز من فردا میخوام واسه ورود آقا برزو این لباسا رو بپوشم. خوب آقا بهروز. من میخوام این کت شلوار رو بپوشم. الان سال‌هاست که نپوشیدمش. آقا برزو افتخار ماست. افتخار جهانه. این کت شلوار رو میپوشم فردا. متشکرم. وارد که شدم. قربان شما. متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خوبه. خوب شد. دکتر خوب شد؟ خیلی خوب شد. آی دکتر من نوشتم اینا. نگاه کنید خطمو. حالا خسته نباشین. اون لامپه هم باید عوض کنی. بله. ببخشید آفولاد. فضانورد با رزه نیست، با ذاته. من ننوشتم، آقا بهروز نوشت. مگه آقا بهروز خطاطی بلده؟ نه خیر، من اینو نوشتم. ببین آقا بهروز رو ورق نوشت، بعد داد که من رو پارچه بنویسم. شما می‌نوشتی متوجه نشدی که فضانورد با ذات با رزه نیست؟ چرا اتفاقا به این فکر کردم، منتها دیدین اخلاقاشو که گفتم عوض کنم یه موقع ناراحت شه. همونجوری نوشتم دیگه. حالا میاد یه ساعت دیگه می‌خوایم بیک کنیم دیگه. می‌بینه که عوضش این نوشتن نگاه کن همه رو. خسته نباشید. سلام علیکم. افتادین تو زحمت. ببخشید. سلام علیکم. چه خوب شده. بله. دست در نکنه. خواهش کنم وظیفه‌م بود. خیلی ممنون. آقا بابت ریسه ها ممنون. خواهش می‌کنم. ممنون. متشکرم. افتخار می‌کنی. وظیفه داشتی. خواهش می‌کنم. کار چیزی نمون. خب همه اومدن. مادر تشریف نیاوردن؟ فینال مردان آهنین بود، نشستن ببینن الان میان دیگه. خب. من از همگی خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. واقعا ما رو شرمنده خواهش کردید. می‌کنم. ما وظیفه داشتیم در عالم همسایگی. خواهش می‌کنم. وظیفه اون انجام. دستون در خواهش نکنه. می‌کنیم چه همسایه‌ای داریم. خیلی ممنونم. متشکرم. ببینم شروع نشد. چی شروع نشد خانم؟ اومدن برزو. نه ماما هنوز نیومده. آره. خوبی شما؟ خوبم، خیلی ممنون. شما خوبین که خیلی چشم ممنون. روشنم. خیلی متشکرم. ممنون. من نشسته بودم داشتم نگاه میکردم مردان قوی. یکیشون برنده شد از اون 2 تا برادران. مردان آهنی نمیگی نه؟ آهنینو برد. اون که خطش بلند بود. اون اول شد. بله. چه کت شلوارت بهت میاد ارجنگ؟ آره منم یه جوری ام سارا. تو چند سال ندیدیش خودت؟ من یه 10 سالی میشه برادرم ندیدم. الان حالم یه جوریه، تپش قلب پیدا کردم. خب برو یه آبغندی چیزی بخور داداشت میاد یه چیزی نه حالت بد نشه. آره سارا جون. بله با اجازهتون. خیلی نه خیلی ممنون. من زود برمیگردم. بپر یه سری شربت آب لیمو درست کن برای همه. بپر. آفرین فولا. الان دیگه پیداش میشه نه؟ آره دیگه میاد یواش. لازم نبود ما بریم فرودگاه آقا بهروز. نه گفته بود اصلا دنبالم نه. تعارف نکنن این قراره بریم فرودگاه. نه یه اخلاقایی داره خودش خیلی چون موشک و اینام داره. اصلا یه جوریه. دوست داره خودش رو پای خودش. آقا بفهمید. سلام علیکم. سلام. بفهم. کمک می‌خواستم کمک اگه بکنید ممنون میشم. یه برو خونه بغلی. چقدر گدا زیاد شده دکتر. برو. آقا بهروز خوبیت نداره دیگه تا اینجا اومده. برو. آقا برو آقا اینجا با نشد. آقا یه کمکی به ما بکن. بیا عزیز من بیا. آقا سلام عزیزم. بعد عادتش میکنیم دکتر. هر روز میاد دم در خونه ما. اشکال نداره. چند وقت شام نهار نخوردی بیا. همین الان 2 ساعت پیش خوردم. سیرم عزیز من. اینو بذار تو جیبت. ها چی؟ من کمک می‌خواستم. پول نمی‌خواستم. گدا نیستم. قربونت برم. چی نسخه داری؟ آقا بیا برو دیگه. آقا شما چی کار ببخشید. شما چی کار دارید؟ ما مسافر داریم من با شما صحبت کردم. آقا با من دارم با یه آدم این گدا پرروست دیگه. با شخصیت صحبت می‌کنم. هر حال بعد چی نسخه است؟ آدرس لطف کنین من راهنمایی کنین ممنون میشم. این آدرسه؟ بله چه ببخشید. روزی افتاده آدرسی؟ بویی هم میدی. بو جوب میدی. الان میرم آقای محترم. آدرسمو پیدا کنم الان. همین کوچه است، پلاکم همینجاست. آقای آقا مصطفی جکی ردش کن برین. بهروز. آقا بهروز با شما کار دارم. عزیز من آقا الان بهروز. آقا اینجا ما مهمان داریم. آقا بهروز. آقای محترم با شما کار دارم. این از تعمیرگاه میرن تعمیرگاه آدرس خونه رو پیدا میکنن. آقا ما پول نداریم که. ردش کن بره آقا مصطفی. برو آقا. برو دیگه آقا. من برزو زیغمی هستم با آقا بهروز کار داشتم. چرا شما اینجوری برخورد میکنین؟ ننه با کی کار داری آخه؟ بابا جان عزیز من خانم من مزاحم نیستم که من برزو زیغمی
من بهروزم. اه قشنگ بهروز جان بریم تو. چطوری؟ سلام علیکم. سلام علیکم. برزو اینه. ما بریم گلار بذاریم گلدونمون. نه اشتباه شده، این داره خودش جای برزو میزنه. برزو هم؟ بولاد اون ریسا رو خاموشش کن. آقا حتما اشتباه شد. چطوری تو؟ برزو تویی؟ آره. چرا اینجوری شدی؟ سارا کجا؟ دست نده بابا. کجا رفته اینا؟ ببوسمه. آقا بهروز نبود شربت چیزی. سلام علیکم. سلام. خوبی شما؟ ممنون. برزو نیومد؟ من هستم. شما خوبه؟ ایشون؟ این فولاد پسر سرایدار. آقا برزو هستی؟ بله. آقا بهروز همیشه ما رو سر کار میذاری دیگه. یه ساعت زحمت کشیدی اینا رو درست کردی. کیه؟ چه اینجوری هم همسایه‌تون؟ تو چرا اینجوری؟ سارا کجاست؟ حالا توضیح میدم برات. سارا کجاست؟ سارا پشت سرت وایساده. سارا! چطوری؟ برزو ای! برو تو. برو. بریم تو. شما هم بیا. بفرمایید. دست دارم. میگم سارا، بله. برزو با این ورودش واقعا گل کاشت. تفلکی داداشم. خب تقصیری نداشته. ماشین داشته بهش میزده، خودشو کشیده کنار، افتاده تو جو. الان کجاست؟ دوش گرفته رفته بخوابه. سارا این واقعا برزوه؟ آره خب مگه شک داری؟ آخه آدمی که 30 سال خارج بوده چجوری این عذاب در اومده؟ مگه چشه؟ ببین بهروز، خواهش میکنم راجع به برادرم درست صحبت کن. آخه حرف من نیست که سارا، این همه آدم حرف بی ربط میزنن. کلی هم زحمت کشیده بودن، پلاکارد بنویس، چراغونی کن، همه خورد تو ذوقشون. آخه من نمیدونم چی باورش میشه آدمی که 30 سال خارج بوده این باشه. هی میگه 30 سال، هی میگه 30 سال. 15 سال بوده، خودتون کردینش 30 سال. اصلا 15 سال، 10 سال، 5 سال، 1 سال، یه رو هم که اونجا باشی این نمیشی که. پختیم از گرما. این کولرام که پا قدم داداش قشنگت خراب شده. حالا هرچی کاسه کوزه داری بشکن سر داداش من. حسود، حسرت یه سفر خارج تو رو کشته. چش نداری ببینی داداش من 5 سال فرانسه بوده، 10 سال روسیه؟ چرا؟ چش دارم میبینم، ولی سارا به منم حق بده دیگه. من جلوی در می‌خواستم زمین دم وا کنه، من برم تو زمین جلوی دکتر خجالت داشتم آب میشدم. آخه سارا من داداش تو رو با گدا عوضی گرفته بودم. آخه بیار پایین بیدار میشه. خب من چقدر گرمه. سلام. شما خودتون چجوری اینجا زندگی میکنید؟ واقعا طبیعیه براتون؟ آره داداش، میخوای برات یه لیوان آب خنک بیارم؟ بیار دستت در نکنه. به هر حال نه قربونت برم یکم خنک شیم. شما خوبی آقا بهروز؟ قربونت برم. راحت خوابیدی؟ نمیشه خوابید عزیز، خیلی گرمه. توی اتاق یکی اتاق رفتین شما؟ آره کولرها خرابن یه خورده، همین پیش پاتون خراب شده. کار نمیکنن اصلا. بله. شما چه زحمت میکشید؟ خواهش میکنم. آقا ببخشید سارا جان دستت در نکنه. آقا میگفت میدونستم شما میارید که خودم میومدم. جسارت نمیکنم. چه حرفیه؟ بفهم شما خودتون. قربونت سارا برم. جان بفهم. یه برادر خانم گل که بیشتر نداری. خب شما خوبی آقا؟ قربونت برم. ما به هر حال مزاحم شدیم، ببخشید. نه خونه خودت برزو جان. مخلصی. تو هنوز همونقدر مهربون و خوش
قلبو کی عکستو یادت میاد؟ اون عکساری که براش فرستادی میگه. یه عکس فرستادی برام سارا، زدم تو اتاقم تو محل کارم. اینو لطف بکنید. اینقدر عکسه یاد میاد؟ آره یادم هست. گفتم بزرگ کن برام عکس شما، همین خنده، همین شیرینی، همین متانت و وارستگی و شخصیت و همه هست. یه کنار یه ماشین بودی، اینو لطف میکنید. 2 آچار دستش بود. 2 آچار موقع مثل که شاگرد بوده، شاگرد مکانیک بود. نه یه تعمیرگاه خودم دارم برزو جون. الان داری؟ آره اون موقع چی؟ اون موقع هم داشتی؟ اون تو تعمیرگاه خودم عکس. الان یعنی خودت تعمیرگاه داری؟ آره بابا. آفرین اوستا شده برای خودش. کار میکنین دیگه. کار کسبی خوبه؟ بد نیست. راضی؟ خدا رو شکر. امروز چند شنبه است؟ امروز دوشنبه است. دوشنبه رو خودت دیگه اوستایی تعطیل کردی؟ نه. چی؟ امروز به خاطر ورود شما قربان من گفتم دیگه خونه بمونیم پیش برزو جانمون. جان چقدر آقای خیلی ماه. خیلی ماه. پس دیگه اینجایی امروز؟ نه اتفاقا همین الان یادم افتاد باید برم. تو که الان میگی گفتی من میمونم؟ نه یکی از دوستام گفته بود میام، اصلا یادم نبود سارا. یکی از دوستام گفته میاد ماشینشو تنظیم موتور کنه، منم نباشم بد میشه. پس چه کاری کن؟ شما برو سر کارت، من از سارا جان آدرس میگیرم میام سراغت. نه دیگه نه که نمیتونی پیدا کنی، کوچه پس کوچه است. بابا جون من میشینم تو موشک، تو سفینه، تو کهکشان. اون فرق میکنه. 2 کوچه رو آدرس کروکی میکشه برام. نه فرق میکنه. میام سراغت. فرق میکنه. دلم آخه تنگ میشه برام. میام از سر کار میام، اون فرق میکنه. میام میبرمت. چاکری. بچه که نیستم من میام. نه آخه مدت هام نبودی، میترسم گم بشی دیگه مثلا. حالا من خودم میام میبرمت. قربونت برم. سارا من رفتم. چاکری. خداحافظ. خدا. این کجای خارج بوده دکتر؟ نبوده عزیز من، نبوده جان من. این بره خارج. خارج کجا بره؟ خوشباوری آقا خشایار. دلم میسوزه. بی خودی چه بنده بساطی براش رو انداختیم. به جون دکتر من عمدن فضا نورده با رزه نوشتم. میدونستم این آدم حسابی نیسته. خوبه تو هم نمیخواد از موقعیت سوء استفاده بکنی. بی سواد یه نزنی یا بابا نزن دیگه. خوب آقا خشایار، به نظرت این حرف زدنش یه خورده غیر عادی نبود؟ نه غیر عادی نبود، فقط تابلو بود. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم آقا بهروز. سلامت شد آقا بهروز. حال شما خوبه؟ احوال شما؟ احوال آقا بهروز. مخلصی. سلام. سلام. آی بهروز خان، جانم. میگم که امروز نداری از اون قصه ها واسه ما تعریف بکنی؟ قصات خیلی بامزه است. من فکر کنم اکثرشون هم تخیلی هن. نه آقای دکتر، حال و حوصله ندارم، اصلا رو فرم نیستم. اگه مجبور نبودم اصلا امروزم سر کار نمیرفتم. آقا بهروز، میگم حالا آقای فضانورد چطوره؟ خوبه؟ تو چه بچه؟ برو به کارت برس. برو بچه. بدو. با عزت. ببخشید آقا بهروز، شرمنده. آقای مصطفی، شما اکثر موقع خونه نیستی. بله. وقت نکردیم بچه رو تربیتش کنی. یه خورده رو تربیت این بچه کار کن. باجته. آقا خشایار، خودمون این بچه رو خیلی محکم زدی. آخه دکتر قربونی شکلت برم، بی خودی خودشو قاطی حرف بزرگترها میکنه. کنایه هم میزنن مثل شما، مثل من. این خیلی دیگه داشت کنایه تابلو کنایه میزن. میگم که این اسمش برزو زیغمیه. والا دکتر فکر کنم به اونش هم من شک دارم. تربیت کن. شما یه دقیقه با من بیا، الان همه چی معلوم میشه. شما با من بیا. دکتر آقا ارجنگ الو وصل میکنه به اینترنت؟ بله.
بعد اینترنت میگه کی درست میگه؟ بله بله. باور کن دکتر اینا اینترنت هم خریدن. حالا میبینی. نمیشه نمیشه. اینترنت یه شبکه بین المللیه، آدم که نیست که تطمیعش کنن. عجنگ جان چی شد؟ وصل نشدی هنوز بابا؟ گفت تو سایتش دیگه. دکتر چقدر عجله داری؟ خوش بوده دکتر چایی بیان. چایی آوردی جوابی گرفتی. باشه دکتر ناصرتون مهمانی. چی شد؟ بابا اینهاش جواب داد. برزو زیغمی. کو اینا کو. خب بخون. برزو زیغمی، سن 36 سال، مدت اقامت در ایستگاه فضایی سولاریس 10 سال، مدت آموزش 5 سال. خب صبر کن. تخصص سیستم های الکترونیکی ماهواره های فضایی. جزء 3 فضانورد برتر دنیا با تخصص های ویژه. خب مدت 20 روز است به دلیل مشاهده یک موجود فضایی موسوم به گیزلیک دارای اختلالات بیانی است. مدت 4 روز است محل مأموریت خود در ایستگاه فضایی سولاریس را ترک کرده و هیچ گونه اطلاعاتی از نامرده در دست نیست. این که بیشتر خالی بس دکتر. را بیفته دیگه تمام. میگم آقا برزو این فولاد منو نمیتونی ببری سر کار خودت تو فضا؟ آقا فولادو؟ والا چی بگم، برای اینکه آدم تو فضا کار کنه خب همینجوری نمیشه. یه سری شرایط داره، یعنی یک سری خصوصیات آدم باید داشته باشه که بتونه فضانورد بشه. اول باید علاقه داشته باشه، علاقه تو هر کاری شرطه. بعد استعداده و از همه مهمتر در واقع اینو باید اول میگفتم، هوش بسیار زیاده. آدم اگه هوش بسیار زیاد نداشته باشه هیچ کاری نمیتونه بکنه، منتها اصلا نمیتونه فضانورد بشه. از خلبانی هم هوش بیشتر میخواد، هوش بیشتری میخواد. همه فضانوردا هوششون زیاده. ولی فولاد من خیلی باهوشه. شما یه بار یه چیزی رو بهش بگید زود میگیره، خیلی تیزه. خب به پدرش رفته دیگه ماشاءالله. من همون نگاه اول که ایشونو دیدم، آقا فولادو دیدم، تو چشاش نگاه کردم، متوجه شدم که زریبوشیش، حالا میگن آی کیو، نمیدونم شما چقدر، دکتر حتما باید بدونم، بالاه. متوجه شدم. باید بپرسم فولاد جان تو خودت علاقه داری به فضا؟ یعنی دوست داری یه فضانورد بشی؟ شاید خودش علاقه نداشته باشه. علاقه نداشته باشه کارش نمیشه. استاد جونم. علاقه بله استاد جان. این ارژنگه، پسر منه. قبلا هم خدمت شما من معرفیش کردم. ارژنگ خان. بله متوجهم. فولاد کسی. بله. ولی فکر نکنم که هوش زیاد تاثیر داشته باشه. هوش تاثیر داره ولی همونجور که گفتم عامل سومه. اول استعداد و علاقه است. ببخشید. سارا دور کم، دور کن. سارا. آقا برزو ممکنه یه کمی آهسته تر نعره بزنی؟ چرا؟ این فولاد من خوابیده. خب ببین اون هوشی که گفتم دقت کن آقا دکتر، اینجا لازمه، جسارت نشو. ببین من وقتی که دارم توی این کانال صدا میزنم ربطی به کسی نداره، ربطی به فولاد نداره. ممکن بود بگین بهروز بیدار میشه یا سارا اون درست بود، چون وقتی که من توی این کانال داد میزنم صدای من، دکتر میدونن امواج در واقع صدای من از طریق این کانال میره کجا؟ توی خونه بهروز خان، ربطی به دیگران نداره. متوجه میشین؟ استاد جونم. عرضم حضورتون که تمام این ساختمون کلش بله؟ با چیز همین یه کولر کار میکنه. خب بذارینم چقدر میفهمی. تمام ساختمان با یه کولر کار میکنه. همه ساخت. راهنمایی کن. یه راهنمایی. الان راهنمایی میکنه. جونم بگو. به نعره تو ربط داره. جوابش نه، به نعره من ربطی نداره. ببینید وقتی که کل ساختمون با یه کولر کار میکنه، یعنی این کولر، متوجه میشید خشایار جان، کل ساختمون رو تغذیه میکنه و یه کولر نمیکشه. به اصطلاح عامیانش میگه نمیکشه، یعنی به موتورش فشار میاد. نمیکشه. متوجه میشین؟ سارا! با داد بزنم که بشنوه دیگه. سارا خاموش کن، خرابه، درست نمیشه. سارا! چه خبره بابا؟ چرا اینقدر داد و بیداد رو انداختی؟ این صدایی کی بود؟ آقا برزو سرمون رفت.
فرامرزی است. صدای سارا نبود؟ نه خانم فرامرزی استاد. متوجه شدم. پس وقتی که کل ساختمون با یک کولر تقسیم میشه، یعنی ما یک کانال داریم که منشعب شده توی خونه‌های مختلف، منازل مختلف. یعنی من وقتی داد زدم صدای من تو کل ساختمون پیچید، شما شنیدین و شاید اصلا به خاطر همین اومدیم بالا. آره؟ به افتخار آقا برزو یه کف مرتب. آفرین. به اینم خواب بوده. ارجنگ خان خواب بوده. استاد. صدای من مقدار بلند بوده. استاد جونم. ارجنگینه ایشون فولاد. بیدار شدی؟ فولاد. بله. اینم تشویق داشت. حتما. آفرین. افتخارشه دوباره. آفرین. سارا! ببخشید. من میرم پایین صدا میکنم. شما هم صدا نکنید که تو کل ساختمون میشه. بابا این چیه دیگه؟ من خواب بودم بابا، یه دفعه خواب پریدم. من تمام حرفاتو شنیدم، همه حرفاتم قبول دارم سارا، ولی خب آخه یه چیزی هم هست، تو که تنها تو این خونه نیستی، منم آدمم، منم تو این خونه دارم زندگی میکنم. بهروز خواهش میکنم احساسات منو در نظر بگیر. من یه خواهرم. بابا من احساسات تو رو قبول دارم، میدونم، ولی خب واقعیت چیز دیگه یه سارا. من میترسم به خاطر برزو امنیت ساختمون به هم بریزه. یعنی چی؟ ببین حالا همه ساکنین ساختمون که نمیدونن که این سر کوچه میخواسته تصادف کنه افتاده تو جوب، با اون ورودش که اومد همه دیدنش فکر میکنن این آدم حسابی نیست، بعد بی برو برگرد همه ساکنین میفروشن میرن، اون موقع تازه مشکلات ما شروع میشه. اگر کسی این خونه ها رو نخره، یه همسایه بد بیاد بشینه، همسایه بد که نداشتیم تا حالا، یه همسایه بد بیاد بشینه میدونی چه مکافاتی داریم؟ اون وقت تازه خر بیار باقالی بار کن. مگه من پول دارم طبقات دیگر رو بخرم؟ مگه من بدبخت چقدر کار میکنم، چقدر درآمد دارم؟ تو قضیه رو زیاد بزرگ نکردی؟ چرا یکم بزرگ دیدم، ولی تو همین مایه هست دیگه. ببین بهروز، تو نمیفهمی من چی میگم. من نمیفهمم؟ آره من نمیفهمم. خیلی خوب میفهمی. حالا صدا تو بیار پایین بیدار میشه. آره من نمیفهمم. خب بذار بیدار شه، بذار بدونه مایه دردسره، بذار بدونه که اینجا دردسر برای من و تو درست کرده. صدا چی بود؟ دیدی بالاخره کار خودتو کردی. رفت؟ پس چی؟ بهت میگم صداتو بیار پایین گوش نمیدی. بابا من خب نمیدونستم میشنوه. خب من یه خورده بی خودی داغ کرده بودم سارا. آبرومو بردی تو پیش برادرم. سارا یه نامه گذاشته. خب زود باش ببین چی نوشته. میبخشید که نگفته میروم، دیگر نمیتونم تحمل کنم. خدا حافظ برزو. من عمدن بی خود حرف نزن. بله باز کنید بی زحمت. صبح بخیر آقای پیرپکاجکی. حالا شما خوبه؟ روزتون بخیر. خانم خوب هستن؟ سلام ما رو برسونید. بهروز خان، عرضم حضورتون که میخواستم بگم که این آقا برزو آدم به این مهمی چرا فقط باید با شما زندگی بکنه؟
خب بقیه ساکنین این ساختمون هم حق دارن. آقا یه همچین آدمی که پر از دانش، پر از معلومات، پر از تجربه است، این همه باید از وجودش استفاده بکنن. من میخواستم یه پیشنهاد بکنم که شما اجازه بدین هفته چند روز آقا برزو بیاد با ما زندگی بکنه. عرضم حضورتون اینجوری خیلی خوبه، چون ما میتونیم از دانشش، از تجربیاتش استفاده بکنیم. هفته چند روز. با ارژنگ من صحبت کردم، قبول کرده. بله درست میفهمم. من فقط میخواستم بگم که نه نگو. صبح بخیر آقای پیربر خاچکی. حال شما خوبه؟ صبح بخیر. حال شما خوبه؟ خانم خوبه؟ بچه‌ها خوبن؟ همه خوبن؟ آقا این برزو رو یه لحظه صدا بکن. آقای مصطفی اگه میخوای پیشنهاد بکنی که آقا برزو با شما زندگی بکنه اشتباه کردی. کور خوندی بابا جان. اول من پیشنهاد کردم تموم شد رفت کارش. داداش شما بچه کوچیک داری مایه دردسرش میشه. کی گفته بچه کوچیک داریم؟ ارژنگ الان 17 سالش آقا. الان ارژنگ 17 آقا جان 17 سال. خود آقا برزو بگو بیا خودش انتخاب بکنه. بله خودش انتخاب میکنه. قبول آقا برزو. یه دقیقه بگو بیاد دم در. آقای دکتر شما اجازه نمیدین که من بگم؟ بفرمایید. من خودم دلم گرفته الان. بفرمایید. برزو ما رو گذاشت رفت؟ بله رفت. یعنی چی رفت آقا؟ این نامه هم گذاشته رفته. نمیدونم چرا. آقا چرا گذاشتی بره؟ کی رفته؟ دیشب که تا صبح با ما بود. بله با شما بود. آره رو پشت بود. بعدش هم تازه منم اومدم پایین همونجا بود، هنوز خواب بود. بله منم رو پشت بودم دیشب. سلام. خوبی؟ صبح بخیر آقا مصطفی. خوبی آقای دکتر؟ استفاده کردیم دیشب. ما استفاده بردیم. مستفید شدیم. سلام برزو جان. سلام عزیزم. چطوری عزیزم؟ کجا بودی؟ رو پشتمون. پس این نامه که نوشتی چی بود؟ چی نوشتی؟ میبخشید که نگفته میرم دیگه نمیتونم تحمل کنم خداحافظ. این نامه. خب آره من نوشتم. من معذرت میخوام بابت حرفای واقعا نمیتونستم تحمل کنم. من شرمنده. خیلی گرم بود. منم رفتم رو پشت بون خوابیدم. خنک چه هوایی بود. خیلی خوب بود. چی گرم بود؟ کولر اینجا خرابه دیگه. رفتم رو پشت بون خوابیدم. به خاطر گرمای کولر تو یادم رفت بنویسم به خاطر کولر. ببخشید. لطف کنید این کولر رو بگین درست کنم برس جان. باش. مسئولش شما این آقای مصطفی؟ نه درست نمی‌کنی؟ امشب قرارمون پشت بوم بود. قول دادی که قضیه اون گیزلیکو برای من تا آخر تعریف کنی. قول میدم. آقا برزو گیزلیک قسمت دوم. گیزلیک. آقا برزو امشب می‌بینیم تو. خدا نگهدار. خداحافظ. من گفت بزن به قدش بیا. همسایه‌های خوبی داره. چقدر علاقه‌مندن. خداحافظ.